زیرساخت‌های المپیک 2024 بیش از 8 میلیارد دلار برای فرانسوی‌ها خرج تراشید. این جدا از هزینه‌ای است که به قول خودش برای انجام تمهیدات امنیتی بی‌سابقه در نظر گرفته. یعنی آوردن 45,000 پلیس، 20,000 نیروی امنیتی و 15,000 نیروی نظامی برای محافظت از مسابقات المپیک. و جز این هزینه‌ها، یک هزینه پیش‌بینی نشده هم پایش افتاد. دولت فرانسه با سپردن بخش قابل توجهی از امنیت المپیک پاریس به رژیم صهیونیستی، حالا باید پاسخگوی کارزارهای اعتراضی در دنیا باشد. مردم در فضای مجازی المپیک 2024 را اینگونه و با این تصویرها معرفی می‌کنند. سوالشان این است که چگونه المپیکی که پیامش حفظ حقوق بشر و صلح و زندگی بی‌تبعیض است، با نیروهای رژیمی قرارداد بسته که یک پرونده باز در قتل عام دارد. اینها آخرین تصویر ورزشکاران فلسطینی است قبل از شهادت. هرگز فراموش نکن که اسرائیل فوتبالیست‌ها، مربیان و داوران فلسطینی رو میکشه و تموم ورزشگاه‌های فلسطینی در غزه رو ویران کرده. سند این حرف را یکی از اهالی انگلیس منتشر کرده. لحظه‌ای که فوتبالیست‌های فلسطینی با موشک غافلگیر می‌شوند. بچه‌ها چیزی نیست. فقط اسرائیل بازیکنای یک مسابقه فوتبال رو بمباران می‌کنه. مردم کشورهای مختلف هشتگ اسرائیل را از المپیک دور کنید را زدند و نوشتند بس است قساوت بدون عواقب. و این شهروند بنگلادشی گفت با شیوهی که اسرائیل امروز بشریت جهان را نقض می‌کند، باید در اولین قدم منزوی و از المپیک اخراج شود. یک شهروند عرب برای اخراج رژیم صهیونیستی 5 دلیل داشت: از نقض تمامیت ارضی و نسل‌کشی تا نقض آتش‌بس در بازی‌های المپیک و جلوگیری از حضور ورزشکاران فلسطینی در المپیک. در کنار کارزار جهانی حذف رژیم صهیونیستی از المپیک، برخی پست‌های حمایتی ورزشکاران دنیا در همدلی با جای خالی ورزشکاران فلسطینی را منتشر می‌کنند و یا کاربرانی که عکس ورزشکارهای رژیم صهیونیستی را در مقابل تصویر فلسطینی‌های قرار دادند که دیوار آرزوهایشان فرو ریخته، دیوارهایی که کمی قبل‌تر جای مدال‌های ورزشی بود. زهرای زدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.